3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام. گلبنگ پیروزی به صدا در میاد. خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان. امتحانای نهایی تموم شد و نشستی داری به این فکر میکنی که پاس میشی یا باید تک ماده کنی. اصلا ذهن خودتو درگیر نکن. اینجام تا به همه سوالای توی ذهنت پاسخ بدم. این ویدیو رو لایکش کن، چنل منم سابسکرایب کن، این ویدیو رو برای همه رفقای لب مرزیت بفرست. سلام عرض میکنم به خدمت همه رفقای لب مرزی. مهدی غریبی هم خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با ملاک های پاس شدن توی امتحانات نهایی صحبت کنیم. نکته اول، ملاک پاس شدن تو امتحان نهایی نمره سالانه شماست، اما با یه شرط. میپرسی نمره سالانه چیه؟ جلوتر بهت میگم. نکته دوم، اون شرط مهم نمره کتبی شماست. میپرسی نمره کتبی چیه؟ نمره همین امتحان نهایی که 2-3 روز پیش دادی. خب آقا بریم ببینیم نمره سالانه چی هست، اصلا چه شکلی تشکیل میشه. همون جوری که از اسمش پیداست، نمره سالانه از همه نمره های مهم طی سال تحصیلی تشکیل میشه. پارامتر اول، نمره مستمر ترم اول با ضریب 1. پارامتر دوم، نمره برگه ترم اول با ضریب 2. پارامتر سوم، نمره مستمر ترم دوم با ضریب 1 و مهمترین پارامتر نمره کتبی با ضریب 4. این 4 تا نمره رو با ضرایبشون جمع میکنی، تقسیم بر 8 میکنی، نمره سالانت به دست میاد. خب حالا بریم ببینیم کیا پاس میشن، کیا میافتن، کیا میتونن تک ماده کنن. همون جوری که گفتم برای پاس شدن 2 تا معیار داریم. پس 4 تا حالت ممکنه. حالت اول، نمره سالانه بالای 10، نمره کتبی بالای 7. برو پاسی. حالت دوم، نمره سالانه بالای 10، نمره کتبی زیر 7. نگران نباش، میتونی تک ماده کنی. و حالت سوم، نمره سالانه بین 7 تا 10، نمره کتبی مهم نیست، اشکال نداره، تو هم میتونی تک ماده کنی. حالت چهارم، نمره سالانه زیر 7 و نمره کتبی زیر 7. دیگه افتادی، باید بری شهریور بیار. امیدوارم تو همین خرداد ما با بهترین نمره ها پاس شی و دیپلمتو به راحتی بگیری. یه کنکور پر انرژی رو پشت سر بگذاری و بری تابستون صفا کنی. چنل منو سابسکرایب کن تا دانشگاه همراهتم.